فال متولدین هر ماه. سلام دوستان و همراهان گرامی، من المیرام. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. مرسی از دوستان که منو لایک میکنن و سابسکرایب میکنن. ممنون میشم که کد 888 رو برای من بفرستن، با من همسو بشن، یعنی با من هم انرژی بشن و اتفاقهای خوبی رو رقم بزنن. دوستانی که میخوام فال بگیرن نزد من تو تلگرام و روبیکون منتظرشون هستم، الی امینی 123. و اینکه اگه سوالی، چیزی، نیتی دارین اونجا با هم دیگه صحبت میکنیم. قیمت من از 50,000 تومان برای 3 تا کارت شروع میشه. دوست داشتین با اونجا همسو بشیم. ممنون از دوستانی که حمایت میکنن، لایک میکنن و بریم که برای فال هر متولدین شروع کنیم دوستان. و اینکه چند ثانیه سکوت میکنم و شما با هم همسو بشید و هم انرژی بشید. متشکرم. فرشته رافائل، فرشته آریل و فرشته اسرائیل و هر فرشته‌ای که در جهان هست. ممنون میشیم که به همون فال متولدین هر ماه پیامشو بدید. خب پیام هر متولدین کوتاه دوستان، خیلی کوتاه میخوام بگم، یعنی ببین در حد چند ثانیه بهتون میگم دوستان عزیز. متولدین فروردین جان، یک خبر و پیغام از جانب عشقتون یا کاری، مالی، احساسی بهتون میخواد برسه. شما یک جوان جسوری هستید. متولدین اردیبهشت جان، شما یک ازدواج دارید، ازدواج، عقد، جدی شدن رابطه براتون میبینم و اگه کاری مالی باشه یک پول خوبی از دستتون قراره بگیره و شما حرفتون برو داره و کسی که حرف دو اسمی داره از اون میتونید کمک بگیرید. متولدین خرداد یک جوانی هستین که چی میگن، سر به هوا نباشید، براتون خوب نیست و اینکه شاید خیلی حرفا بشنوید، خیلی ناراحتی‌ها کنید، ولی شما باید قوی باشید و این شمشیر رو بکشید که نذاری کسی دیگه سوء استفاده کنه. متولدین تیر، یک معجزه براتون میبینم، یک اتفاق خوب، یک حرکت خوب، چه عشقی چه مالی و هر چیزی که هست، یک بلای خیلی بزرگ برات افتاده. متولدین مرداد براتون دارم میبینم دشمن زیاد دارید، حرفای زیادی پشت سرتون هست، دارم اذیتتون میکنن، حرفایی رو میزنن که چی میگن باعث رنجش شما بشه، چه احساسی، چه کاری، چه مالی، چه هر چیزی که در نظر بگیریم. متولدین مرداد گفتم؟ نه، متولدین مرداد دیدار با عشقتون، حرف زدن با عشقتون، رویا پردازی و اینکه گفتگو با طرف مقابل میبینم و پیشرفت مالی و کاری براتون میبینم. و متولدین شهریور جان، منتظر یک خبر مثبت، یک خبر مبارک هستی، چه مالی، چه کاری، چه عشقی به گوشت میرسه، باعث خوشحالیت میشه شهریور ماهی جان عزیز. خب بریم که متولدین مهرم بگیریم. مهر ماهی عزیز، از این نگرانی در میای بیرون و اینکه یک انرژی مثبت مثل آغوش مادر در حال بغل کردن شما هست. متولدین مهر ماه، یک اتفاق خوب و از این خستگی در میاد بیرون. متولدین آبان، از خیانت و درویی بدت میاد، از آدمایی که بهت دروغ گفتن، از آدمایی که بهت ریاکاری کردن متنفری و اینکه دوست داری یه جور عوضشو در بیای. نه، این کار درست نیست. متولدین آبان، خواهش میکنم که این کارو نکنید. میدونم زخم زبون خیلی شنیدیم متولدین آبان، ولی اصلا این کار درست نیست. متولدین آبان، میدونم مشکلات زیادی هم داری یا مشکلات خیلی فراوانی داری آبان جان، ولی خب درست نیست دیگه. آدم بعضی موقع انتقام گرفتن کار درستی نیست. خب بریم که یه لحظه ببینم کارت بعدی. متولدین آذر، رسیدن آرزو در وعده 9 روز، 9 ساعت، 9 ماه، 9 هفته، 9 دقیقه و اینکه آذر ماهی عزیز اینقدر خوشحال میشه که به رقص در میای از خوشحالی، اینقدر که براتون جذابه این حاجت روایی، اینقدر که منتظرش بودین که این حاجت زودتر برآورده شه و منتظرش بودید، یعنی منتظر این خبر بودین که زودتر به شما برسه یا مثلا زودتر حاجت روایی اتفاق بیفته. متولدین آذر که همیشه هم دوست دارن مدیریت دستشون بگیرن و من همیشه هم گفتم دوست دارن که مغرور رو باشن توی کار و زندگی و اینا. و اگه دوستان اگه عشقی در نظر بگیریم برای متولدین آذر، برگشت صورت میگیره، میگم که از خوشحالی به رقص در میای،
و اینکه دوست دارید از خوشحالی برقصید. متولدین آذر. خب بریم برای متولدین دی. یک کارت بکشم. متولدین دی، یک راه، یک حقیقت، یک حرف، یک چیزی که از این سختی در میاد و به یک روشنایی تبدیل میشه و از این مشکلات دیگه واقعا دیگه صبر لبریز شده دی ماهی، ولی داره همواره راه باز میشه، راه روشنایی برات باز میشه و اینکه از ناحیه معده یک خورده شاید درد داشته باشین. متولدین دی. خب بریم متولدین بهمن. به پول خیلی فکر میکنی، به سرمایت خیلی فکر میکنی، به عشقت خیلی فکر میکنی، کی میاد کی میره، آنلاین باشه آنلاین نیست، هست چیه، خرید خونه، زمین، ماشین رو براتون میبینم. متولدین بهمن دارم میبینم که یک خریدی رو انجام میخواید بدید متولدین بهمن و اینکه مبارکه، انشالله که بهترین اتفاقا بیفته. متولدین اسفند. متولدین اسفند، دیدار با عشق. دیگه حرفی نمیمونه دیگه، دیدار عشق. ولی خب مراقب نفر سوم باشید. احتمال رقیب تو اسفند ماهی ها هست و اینکه یک نفری که دعا نوشته و داره موش میدونه، یعنی یه کاری میکنه که زندگی شما رو داغون کنه. و اینکه نفر سوم یعنی چی؟ یعنی رقیب وجود داره ولی کم رنگه، ولی خب داره دخالت میکنه تو زندگیتون دیگه، چه خوب چه بد دوست داره زندگیتون رو نابود کنه. متولدین اسفند. و اینکه امیدوارم که بهترین ها اتفاق بیفته. از نظر مالی هم آره اوکی داره میشه، ولی بازم رقیب کاری و مالی وجود داره، چون نفر سومی وجود داره. ما میگیم یا خیانته یا هم که یکی که دوست نداره حسادت داره میکنه، براتون دعایی یا طلسمی میخواد بنویسه. ممنون از دوستان که منو لایک کردن، سابسکرایب کردن، یعنی با من همسو شدن. این یک پیام کوتاهی بود از طرف کائنات برای متولدین هر ماه. اگه دوست داشتید بازم از این کلیپ های کوتاه بسازم، ممنون میشم که بهم بگید، نظرات و کامنتاتون هم بهم بگید، ممنون میشم. ولی در کل یک نیت کلی هم برای همه دوستان متولدین هر ماه که کلا ببینیم آخر سر کلا دوستانی که دارن به این کلیپ نگاه میکنن، میخوام یک کارت ستایی هم بکشم برای همه متولدین و ببینیم نیتشون چیه با این کارت. یک جابجایی برای دوستان، کل یک درخواست و یکی این که مادری که یا یک خانومی که خب اول از همه یک جابجایی برای دوستان میبینم. جابجایی میبینم، نمیدونم کارت ها گویاست یا نه. یک جابجایی میبینم براتون، یک جابجایی مکانی و زمانی دوستان میبینم. یه جابجایی که به نفعتونه ولی خب اثرات منفی داشته دیگه این جابجایی. و کسی که یک درخواستی رو قراره بهش بکنید، این آقا میتونه ماشین مشکی داشته باشه و حروف اسمی الف سین نون میم یه رو داشته باشه. و اینکه یک خانومی که سن بالایی داره، جذابه و اینکه شاید هم سن متوسطی، منظور از بالا یعنی منظورم خانم سن بالا، مادرای جوانی هم هستن، نمیگم حتما سن بالا، ولی در کل یک زن جذاب و زیبا، هر نیتی که شما داشته باشین هستش. دوستان مرسی که بودین، ممنون که بودین، خیلی ممنون که این فال منو گوش کردین. امیدوارم که بهترین ها اتفاق بیفته. دوباره دوستان گفتم اگه سوالی دارید درباره هر چی، یعنی هر چی دوست دارید با من چی میگن در ارتباط باشید، حرف بزنید، نمیدونم نیتی دارید، تک نیت ها رایگانه، یعنی مثلا در حد بد خیر و یه ذره کوتاه صحبت کنم آره، ولی ممنون میشم که برام کامنت میذارید. واقعا انرژیاتون باعث میشه که من این راه راه سختیه، واقعا راه سختیه، بالا و پایین داره، قبول دارم، ولی خب من با انرژی هایی که شما میدین دوست دارم که این راهو ادامه بدم و اتفاقهای خوبی بیفته. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. امیدوارم نور بهتون، عشق بهتون، برکت بهتون و سلامتی و شکرگزاری دوستان هیچ وقت یادتون نره. ممنون میشم که شکرگزاری انجام بدید، شده حتی یه ذره باعث نعمت و فراوانی و اون چیزی که دلتون میخواد میشه. خب دوستان نمیخوام اذیتتون کنم بیشتر از این دیگه. حالا هرچی که خودتون دوست دارید نظر بدید، حتی اگه از این نما خوشتون نیامد هم بگید، من تغییرش میدم و هرچی که شما پسند میکنید من اونو درست میکنم و کمک میشه به من که برای پیشرفت مدل هایی که قراره کارت بگم به هم مثلا موضوع بدید
و نظر بدید که دفعه دیگه براتون چه فالی رو بگیرم، چه چیزی رو بگم براتون، چی رو تعریف کنم، دوست دارید چی براتون جذاب تره. خب مرسی که هستین، دوستتون دارم، خدا نگهدار. خداحافظ.